من میام محصولم و کاری میکنم پرزنت میکنم که نتیجهش طرف لول اپ یا سطحش بره بالا. یعنی اگر شما این محصول منو بگیرید سطحتون تو جامعه میره بالا، شما آدم با کلاستر میشی. اینا از کجا میفهمیم بهش میگیم؟ تو سوالای پس چقدر اون سوال کشف کننده مهمه، به ما کمک میکنه که مرحله بعدی که میخوایم پرزنت کنیم بدونیم کدوم دیزایر رو روی طرف بزنیم. بعدی برنده بودن. آقا شما یه جایی باید بگی تو برنده اینو خریدی، حس برنده بودن به طرف بده. تا حالا شده یه چیزی بخری بگی من برنده شدم؟ چی؟ ایران خودرو که شما وقتی میزنی برنده مگه نمیشی؟ حس برنده بودن داره بهت میده دیگه. یه فیلتر گذاشته تا حس برنده بودن بگیری. آفرین، حس برنده بودن به مشتری بده. بعدی توجه کردن. 99% از کسایی که سگ میخرن برای توجهش میخرن.